برادرای عزیز و گرامی، امروز کدام تو بیچارا در روسیه کار کردیسین؟ کدام شما گویم در همین هوای سرد در دستی گویم در یگان خاندانی کار کرده ایستاده این؟ در یک حالتهای وزنین خوراکی خوب ندارین، پوشاکی خوب ندارین. برای شما چی در کار آرد بیزان و برای شما چی در کار فاتحه کردن و برای شما چی در کار 2 روز 3 روز مردم توی دادن و همینا چی حاجتن؟ چی حاجتن؟ بازم آن که این خراجات ها در شما در نزد خدا باز جواب بگوییم. این مالی که الله داده از حکومت $1000 میتد، از پسش 100 تا ریویزیار تفتیش دارد. این مالی که الله میتد هزارها ریویزیار از پس این مال نظارت دارد. نمیتانی پول از دست میگیرد، بیمار و قشاق و ناتوان میگردی. از زمانی که حبیب خدا اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر دعا کردن، خدایا از گویم کفر، عملهای کفرانه امتهای مرا نجات ده، از فقر ما را نجات بده. پس وقتی که از فقر حبیب خدا دعا میکند که ما نجات یابیم، آیا این برای ما برکت نیست؟ این برای ما بهبودی نیست؟ من فقط خواهان او هستم که شما کم خراجات باشین، اسراف نکنین، زیرا الله اسرافکار را دوست نمی‌دارد. شما هر چی دارین در جان خودت صرف کن، در جان زن، در جان فرزندها صرف کن. برای بهبودی پیشرفت بچت و فرزند و جامعت رو صرف کن. در این راه‌های نادرست برادرای عزیز مالهاتون را صرف نکنید، پولهاتون را صرف نکنید. و خدا اگر چند سومی داشته باشی وقتی این معامله را میکنی الله را خوش نمی آید، همه مال تو را از دستت میگیرد. نگذارین آرد بیزان کنن و بگویم حتی ما را از نکاح سوال کرده بودن یاد داشته باشیم. ما گفتیم حتی همون نکاح را در روز توی کنین، خاصه برای نکاح روز جدا نکنین. به چی خاطر؟ به خاطری که خراجات کمتر شود. با همون آب نانی که در همون روز توی شما پخته کردین، با همون گویم که همون معرکتون هم گذرانین. به چی خاطر؟ به خاطری که اسراف کم شود. در کوچه ها 100 ماشین و 200 ماشین هم امروز با همون بود پرستی که در آغاز صحبتون گفتم، با همون لفت و بازی و با همون نغمه هایی که در کوچه ها دارین. جوانای عزیز بسیار شما را من میشناسم، در همون ماشین ها شما سوار هستید، با پیش همین مسجد گذشته راه ها را محکم میکنید. آیا از خدا نمی ترسید؟ اینقدر ماشین بسیار چی در کار؟ چی در کار؟ آیا همین خراجات نیست؟ همین اسراف نیست؟ برای هر کدام او 3 لیتر یا 4 لیتر بنزین باید جدا کردن در کار. نکنیم برادرای عزیز، این خراجات های بی معنی را نکنیم. در اسلام ما خیر احسان وجود دارد فقط برای شخصی که شرایط داشته باشد، برای شخصی که دسترس باشد. برای آدم کمبغل و بیچاره و ناتوان هیچ وقت اسلام خیر احسان گردن ما بار نکردن. همین روز گردن مانده، همین سال و چیل و پنجشنبگی و دیگر همین گوییم که خیر احسان های بیهوده را بار کردن، همینش بس نیست. باز ایناش خود ما بالای خود ما زم میکنیم، فردا باز جوانا بچه های ما تولد میشوند، باز اونا چی میگویند؟ اونا چی کار کنند؟